نام خدا. سلام خدمت همه شما کاربران عزیز سایت نونویسان. محمد مهدی زاره هستم با یک آموزش ویدئویی دیگه خدمت شما عزیزان. تو این آموزش میخوام بهتون نحوه پابلیش پروژه ASP.NET Core رو یاد بدم که وقتی وارد مقالات سایت نونویسان بشین به تازگی همچین مقاله‌ای هم با همین اسم براتون بارگذاری کردم که تصمیم گرفتم الان که یه هاستم دستم هست براتون آموزش ویدئوییشم قرار بدم. واسه اولین مرحله ما باید وارد سایت های ارائه دهنده هاست بشیم. خب اینم که نه، همین دوتا کفایت میکنه. وقتی یه دونه مشهد هاسته یه دونه هاست نگار که جفتشون هم سایت های خوبی هن. هاست ویندوزی هم دارن، فقط یه تفاوت دارن که مشهد هاست پلن ماهانه هم داره، یعنی مثلا شما میتونید این هاست رو به صورت ماهیانه خریداری بکنید، ولی توی هاست نگار این پلن تازه اینجا 3 ماهه داره. یعنی حتی اگه شما این که از پلن اولیش ماهانه رو داره، ولی این از پلن اولیش حتی 3 ماهه هم نداره. 3 ماه تازه از اینجا شروع میشه، وگرنه در مابقی چیزها با هم مشترکه و هیچ تفاوتی نداره. حالا ما روی مشهد هاست پیش میریم که هاست و دامنمون رو آماده کنیم. روی خرید و سفارش میزنیم، دامنمون رو میخوایم .ir باشه و یه دونه اسم انتخاب میکنیم، افزودن به سبد خرید، ثبت میکنیم تا اضافه بشه. خب افزوده شد. کمی اسکرول کنیم این ادامه رو هم اینجا نمایش داده میشه و ادامه رو میزنیم. دوره هاستمون رو انتخاب میکنیم که ماهانه مد نظر ماست، ادامه رو میزنیم. اینجا کد ایرنیکتون رو باید وارد کنید. تب جدید رو باز میکنیم، ایرنیک رو سرچ میکنیم و وارد اولین سایت ایرنیک میشیم. اگر روی ورود کلیک کنین صفحه‌ای که باز میشه باید اطلاعات شخصی خودتون مثل کد پستی، شماره تلفن، ایمیل، نام پدر و اینجور چیزا رو وارد کنید و یک کد ایرنیک دریافت کنید. کد ایرنیک رو اینجا وارد میکنید، ادامه رو میزنید، پرداخت رو انجام میدید پرداخت رو انجام میدید و توی مرحله بعد هاست و دامنه برای شما آماده میشه. فقط 1 الی 2 روز کاری طول میکشه تا این دامنه تایید بشه، چون دامنه .ir. اگه دامنتون .com باشه بلافاصله بعد از خرید دامنه و هاست همون لحظه آماده استفاده است، ولی .ir 1 الی 2 روز زمان میبره. بعد از اینکه این زمان طی بشه شما میتونین از سایتتون از دامنتون استفاده کنید. حالا اینا رو میبندیم. وقتی که وارد کنترل پنلتون توی حالا مشهد هاست نگار یا هر ارائه دهنده دیگه این بشین، ورود به کنترل پنل اون هاست رو داره که بزنید وارد این محیط میشین. حالا شاید وقتی واردش بشین این بخش هم ببینید که همچین صحنه‌ای. ما 2 تا کار بعد انجام بدیم، یکی فایل پروژه، یکی دیتابیس پروژه رو روی سرور بارگذاری کنیم. پس اینو میذاریم کنار، پروژه‌مون رو باز میکنیم. اول یه دونه پوشه ایجاد میکنیم، اسمش رو میذارم وب. ما باید فایل پابلیش رو توی این قرار بدیم و اینو به صورت زیپ روی سرور بذاریم. حالا که اینو درست کردیم پروژه رو باز میکنیم، ثبت میکنیم تا کاملا لود بشه، ریشارپر منم لود بشه. خب میبینی که لود شد. روی سولوشن نه، روی نام پروژه باید کلیک راست بکنید تا پروژه رو توی اون فولدر پابلیش کنیم. پس اینجا کلیک راست میکنیم، پابلیش رو میزنیم، روی نیو پروفایل کلیک میکنیم تا نوع پابلیش رو انتخاب کنید که از طریق فولدر ما میخوایم انجام بدیم و نکست رو میزنیم. حالا مسیر اون فولدر رو انتخاب میکنیم، اوکی رو میزنیم و فینیش. ببینید که برای ما ردی داد، یعنی پوشه رو پیدا کرده. حالا میزنیم که توی اون پوشه پابلیش بشه. تا اینکه این فایل توی اون
این سایت توی اون پوش پابلیش بشه میریم که بکاپ دیتابیس هم بگیریم. پس وارد دیتابیس میشیم، کانکت میکنیم. چون یه سری اطلاعات موقع توسعه ممکنه توی دیتابیس ذخیره شده باشه، مثل رولایی که داریم. مثلا یه ایمیل آماده کردیم که رول ادمین رو گرفته، همه این مشخصات رو با خود سایت روی سرور قرار میدیم. وقتی این باز شد، اینو باز کردیم، این دیتابیس منه. روش کلیک راست میکنم، تاسک و بکاپ. این مسیریه که بکاپ شما توش ذخیره میشه. پس اینکه این مسیر رو بتونیم کپی کنیم، روی اد میزنیم، کپیش میکنیم و کنسل. فقط واسه این بود که اون مسیر رو به دست بیاریم. حالا ویندوز و آر رو میزنیم، مسیر اینجا برای ما کپی میشه، اوکی رو میزنیم. توی اینجا قرار فایل بکاپ ذخیره بشه. حالا ما اینجا اوکی رو میزنیم، دوباره اوکی، و الان باید برای ما بکاپ ذخیره شده باشه. میبینید که ذخیره شده. این بکاپ هم اینجا قرار میدیم. خب احتمالاً الان که اینجوری که مشخصه، بله اینم ساکسس شده و ما به ویژوال استودیو هم احتیاجی نداریم چون پابلیش شد برای ما توی فولدر. به این شکل میشه سایت شما. خب وارد اینجا میشیم، وارد بخش فایل میشیم، HTTP Docs. اینجا ممکنه یه سری پوشه، یک سری سند HTML و اینا قرار داشته باشه. همه اونا رو باید سلکت کنید و ریموو رو بزنید تا کاملا خالی بشه. حالا ما این فایل رو، این فولدر رو به حالت زیپ تبدیل میکنیم چون ممکنه فایل رر پشتیبانی نکنه سرور ما. خب حالا ما باید این فایل زیپ رو روی سرور قرار بدیم. پلاس رو میزنیم، آپلود فایل رو میزنیم، دسکتاپ و فایل وب دات زیپ. خب این فرآیند ممکنه کمی زمان بر باشه، طول بکشه تا این فایل زیپ روی سرور آپلود بشه. پس من ویدیو رو فعلا متوقف میکنم. بعد از اینکه این فرآیند تموم شد، ویدیو رو دوباره استارت میکنم و بقیه مراحل رو بهتون توضیح میدم. خب این فایل هم روی سرور بارگذاری شد. حالا ما باید اینو اکسترکت کنیم تا تمام محتویات اونو به صورت مستقیم توی HTTP Docs قرار بدیم. پس روش کلیک میکنیم و اکسترکت فایل رو اوکی میدیم و دیگه حالا به این فایل زیپ نیازی نداریم. چیزش کو ریمووش کن، پیدا نمی‌کردم یه لحظه. خب هرچی که تو فایل وبه بعد مستقیم توی روت HTTP Docs قرار بگیره، یعنی توی همین بخش قرار بگیره. پس واردش میشیم، همه اینا رو سلکت میکنیم و موو میکنیم توی HTTP Docs. انشالله که دیگه این زمان بر نیست. خب این که همه منتقل شدن به خود HTTP Docs. اون پوشه وب هم دیگه احتیاجی نداریم چون الان یه پوشه خالی. خب الان که وارد اون آدرس سایت بشیم، می‌بینید که سایت برای ما بالا اومده. فقط یه اروری رو مشاهده می‌کنیم که حالا بهتون میگم اون ارورم برای چیه. حالا ما رو ضایع نکنه الان. خب می‌بینید که الان اینجا به ارور خوردیم، ولی مثلا وارد صفحه درباره سایت بشیم هیچ اروری وجود نداره. این به خاطر اینه که توی صفحه اصلی یه تیبل وجود داره که اون اطلاعات رو داره از دیتابیس میخونه و وقتی دیتابیس بارگذاری نشده قطعا شما اون ارور رو میبینید و وقتی دیتابیس رو بارگذاری کنیم دیگه اون ارور از بین میره. پس ما وارد دیتابیس میشیم، یه دونه
اینفورمیشن باید درست کنیم، مثل سرور نیم، یوزر آیدی و پسورد، همون چیزایی که تو کانکشن استرینگ وارد میکنیم. اینو یه دونه دی بی انتهاش میذارم، سرور نیم اینه با یه دونه دی بی آخرش، چون من 2022 SQL هم 2022 رو انتخاب میکنم برای این دامن است. این یوزر آیدیشه که انتهاش یه دونه همدان میذارم و میزنم بدون پسورد جدید جنریت کنه. من فایل کانکشن استرینگ رو اینجا واسهتون گذاشتم که این فایل رو دانلود اگه بکنین همچین چیزی رو مشاهده میکنین. صبر کنین تا من اینو اینجا براتون بذارم تا ببینید. هرچند این دیگه لازم نیست. همچین چیزی رو مشاهده میکنید که شما فقط کافیه یوزر آیدی و پسورد و اینجور چیزا رو اینجا فقط کپی پیست کنید. من اینم واسهتون قرار دادم. پس ما وارد اینجا میشیم. این دی بی انتهاشو اینیشیال کاتالوگ چستی او یو، این یه دونه دی بی انتهاشه، فقط این که فقط یه دونه همدان انتهاش بود فکر کنم، ولی باز هم کپی میکنیم. این یوزر آیدیشه که یوزر آیدی بود، پسورد هم میزنیم شو بشه و کپی پیست میکنیم و توی پسورد قرار میدیم. این الان کانکشن استرینگ ماست. این بخش سرورم که اگه تو لوکال باشین دات میذارین، ولی خب میبینین که من اینو قرار دادم دیتابیس سرور 94 74 145 28 2022 همین اینجا قرار دادم. شما هم همین اینجا کپی کنید. حالا اینو کنار نگه میداریم، اوکی میزنیم تا حالا اطلاعات مورد نیازمون ساخته بشه. میبینید که دیتابیس ساخته شد. حالا باید اون بکاپ رو اینجا قرار بدیم. خب بکاپ هم که آپلود کردیم، اوکی میزنیم تا آپلود بشه. حالا اگه این فرآیند آپلود هم کمی زمان بر شد، ویدیو رو متوقف میکنم. بعد از اینکه آپلود تموم شد ویدیو رو استارت میکنم و یه مرحله دیگه مونده، فقط کافیه کانکشن استرینگ رو تغییر بدیم. خب اینجوری که معلومه میخواد یکم زمان بر باشه، پس فعلا ویدیو رو متوقف میکنم. وقتی آپلود شد ویدیو رو دوباره استارت میکنم. خب وقتی این پیغام میبینید یعنی ایمپورت دیتابیس با موفقیت انجام شد. ممکنه اینجا یه خطا ببینید که ماهیت اون خطا درباره اینه که تداخل دارن نسخه های دیتابیس شما. مثلا اینجا 2016 نصبه ولی من 2022 رو سیستمم دارم. همین اتفاقی بود که واسه من افتاد. تیکت زدم به پشتیبانی مشهد هاست و تنظیماتی که لازم بود و انجام دادن. فضایی که من اجاره کردم و به سرور دیگه منتقل کردن که 2022 روش نصب بود و دیگه اون ارور رو ندیدم. خب حالا این کانکشن استرینگ رو کپی میکنیم، وارد فایل میشیم، همون HTTP docs app setting JSON رو باید تغییر بدیم. خب app setting JSON این بخش رو انتخاب میکنیم، پیست میکنیم و سیو رو میزنیم. این که سیو شد. حالا با رفرش باید این ارور هم از بین بره. میبینید که این ارور هم از بین رفت. میگه در حال حاضر هیچ بازی به اتمام رسیده وجود نداره، که البته خب این بای دیفالت خود ASP.NET Core. فقط یه ذره ما این بالا فوتر رو عوض کردیم و آنچنان کار خاصی انجام نداد. این هم از این آموزش. مقالش هم که روی سایت قرار داره. حالا سوالی هم بود میتونید توی بخش نظرات مطرح کنید. موفق باشید و خدا نگهدار.